به نام خدا. در 14مین جلسه از آموزش بازیسازی با یونیتی میخوایم با مفهوم اسپرایت مود آشنا بشیم. در اسپرایت مود ما 3 وضعیت سینگل، مالتیپل و پلیگان رو میتونیم تعیین کنیم. اگر یک آبجکت رو از نوع سینگل در نظر بگیریم، در واقع ابتدا قبل از اینکه آبجکت بشه به صورت asset هست، پس بهتره بگیم assetمون. اگر اون assetمون از نوع سینگل باشه، شامل یک فایل یک پارچه و یک تصویر هست، ولی میتونه اون فایل ما شامل چندین اسپرایت باشه که از نوع مالتیپل یا پلیگان میشه. پس این رو ما میتونیم در اسپرایت مود تعیین کنیم. بعد از تعیین اسپرایت مود میتونیم بریم و در بخش اسپرایت ادیتور اون رو ادیت کنیم. قرار دادن چند تا اسپرایت بازی در یک فایل خب خیلی متداول هست. 2 علت اصلی داره. اولین علتش اینه که برای کاهش حجم بازی ما از این حالت که چندین اسپرایت رو در یک فایل داشته باشیم استفاده میکنیم، و علت دومش هم کاهش تعداد فراخوانی‌های مرتبط با رندر یا همون دروکالمون هستش. برای کاهش این دو قسمت ما ترجیح میدیم چندین اسپرایتمون رو در یک فایل به صورت یک جا داشته باشیم. تصاویری که چندین اسپرایت رو داخل خودشون دارن ما تکسچر اطلس میگیم، و برای تفکیک کردن اسپرایت هایی که داخل این تکسچر اطلس قرار دارن میریم سراغ ابزاری به نام اسپرایت ادیتور که میریم و در خود محیط یونیتی با اون آشنا میشیم. بعد از انتخاب هر فایل تصویری که از نوع حالا PNG باشه یا از نوع JPG باشه، در پنجره پروژکت ما یک اینسپکتور براش باز میشه. اینجا مثلا من بیام در این بخش asset، حواستون باشه باید این پایین باشه، در پروژکت بخش asset ها من یک فولدری به اسم images تولید کردم و این تکسچر های خودم رو اینجا قرار دادم. روی هر کدوم از اینها وقتی کلیک میکنیم میبینیم که این طرف در پنجره اینسپکتورش یک تغییراتی ایجاد میشه، یا مشخصاتی به ازای هر کدومی که انتخاب میکنیم اون طرف به وجود میاد. این بالا میبینیم خودش داره میگه که این از نوع تکسچر، من اینو انتخاب کردم، میگه 19 تا تکسچر 2D دو بعدی داخل این وجود داره. ولی وقتی اینو انتخاب میکنم مثلا میگه که این یک دونه تکسچر با اسم حالا اکسپلوژن 03 میشه گذاشته اینجا و از نوع 2D هستش. پس نوعش رو شما اینجا میتونید ببینید که اون تکسچر شما یا اون عکس شما در چه قالبی هستش. توی این بخش اینسپکتور این پایین گزینه‌ای به اسم تکسچر تایپ رو داریم که وظیفه‌اش در واقع تعیین وظیفه تصویر رو به همون نشون میده که این چه مدلی هست. در واقع وظیفه پروژه‌مون رو مشخص کنیم. در صورتی که بخوایم این تصویر به صورت مستقیم در صحنه ازش استفاده کنیم، باید بر روی حالت اسپرایت باشه. یعنی اینجا اگه بخوایم از اون به عنوان یک آبجکتی در صفحه استفاده بشه، حتما باید توی وضعیت این اسپرایت باشه. این تیکش باید زده شده باشه. این قسمت دو بعدی بودن این در واقع بر اساس خود همون شکلی که ما ایمپورت کردیم گذاشتیم تو شکل، خودش میفهمه که آیا این 2 بعدیه یا مثلا 3 بعدی هستش. حالا بر اساس اینکه این تکسچر تایپ ما چی باشه، بقیه گزینه‌های داخل پنجره این اسپکتور میتونه با هم متفاوت باشه. که حالا میگم بر اساس اون مدل و وظیفه اون تکسچر ما این پنجره اینسپکتور تنظیم شده و تعریف شده. خب ما اینجا بر اساس اون چیدمان این اسپکتور بر اساس اسپرایت میایم اینو بیشتر کار میکنیم، چون بیشتر مواقع در همین قالب هستش. توی این قسمت ها مهمترین بخشش اسپرایت مود این پایین که باز میشه، که وقتی روش کلیک میکنیم نوع سینگل داره، مالتیپل داره و پلیگان داره.
خب وقتی که سینگل باشه یعنی فایل ما فقط شامل یک اسپرایت، یک شکل داخلش وجود داره، یک اسپرایت داخلش وجود داره. ولی اگه از نوع مالتیپل یا پلیگان انتخابش کنیم یعنی در داخل این تکسچر ما چندین اسپرایت میتونه وجود داشته باشه و حالا نیاز باشه ما باید این اسپرایت ها رو از هم تفکیکشون کنیم. حالا خاصیت اینکه چرا میایم چندین فایل رو توی یکی به عنوان یک تکسچر میذاریم بیشتر به خاطر اون کاهش سایز و کاهش فراخوانی رندرمون هستش که قبلا حالا در بخش قبلی اینو براتون گفتم. شما اینجا در بخش پروژکت در حالا منوی در فولدر اسید و ایمیجز من میبینین که من چند تا آیتم اینجا دارم و بعضی از اینها به صورت تک اسپرایت هستن مثل این میبینین روشون کلیک میکنن، ولی بعضیاشون چند تا تکسچر دارن مثل این. داخل هر کدوم نگاه میکنین میبینین چندین اسپرایت داخلشون تعریف شده. میبینین اینو بخوایم ببینیم فقط یک قالب داره. این میتونه سینگل باشه، برای این دیگه مالتیپل کردنش معنی نمیده. من اینو بخوام در وضعیت مالتیپل بذارم بیام این رو پنجره مثلا اسپرایت ادیتورش رو باز کنم، جالب نیست. ولی برای این یکی که چندین اسپرایت داخلشه خب مالتیپل بودن معنی پیدا میکنه و میتونم بیام اینجا. حالا بعدا میبینین چجوری اینها رو من میتونم اصلا تفکیک کنم و جداشون کنم. بخش بعدی که حالا بعضی اوقات فعال یا نیست، حالا بسته به مودمون هست، پکینگ تگ هستش که یک ابزاری هست به عنوان اسپرایت پکر و به ما این امکان رو میده که اسپرایت هایی رو که قبلا تفکیک کردیم رو به منظور بهینه کردن منابعمون در داخل یک تکسچر ادغام کنیم و یکی بسازیم، یعنی عکس اسلایس کردن. ما میتونیم یک تکسچری که چندین اسپرایت داره اسلایس کنیم و از هم تفکیکشون کنیم، یا اینکه بیایم اینها رو مجتمع کنیم و یکیشون کنیم. این خب در صورتیه که این امکان رو داشته باشیم که این بخش تکسچر، بخش پکینگ تگ ما فعال باشه. میبینین الان اینجا غیر فعال هست. بخش بعدی پیکسل پر یونیت هست. توی این قسمت میایم فیلد اندازه اسپرایت رو در صفحه بر حسب واحد پیکسل بر واحد یونیتی تعیین می‌کنیم. نسبت این عدد با اندازه اسپرایت صورت عکس هستش. گزینه‌های دیگه هم اینجا داریم که حالا فعلا باهاشون کاری نداریم، بیشتر بخش اسپرایت ادیتورش برای ما مهم هست. شکلی رو که مد نظرمون هست هر کدوم رو بخوایم میایم انتخاب میکنیم، بعد اگر تکی هست به عنوان سینگل و یا نه مالتیپل رو به عنوان مثال میذاریم. در اسپرایت ادیتور رو میتونیم تنظیمات مربوط به این آبجکتمون یا این اسپرایتمون رو انجام بدیم. خب چه تنظیماتی میتونیم داشته باشیم اینجا؟ دقت کنین این شکل چون تک هست من نقطه پیوتش رو دارم، میتونم نقطه پیوتش رو تنظیم کنم، وسط باشه جای دیگه باشه. نقطه پیوت میتونه کاستم باشه که انتخابش کنم، یا از این گزینه‌های آماده مثلا تاپ لفت رفت این گوشه، تاپ سنتر نقطه پیوت اومد اینجا. و به همین ترتیب میتونم اینها رو انتخاب کنم یا به کاستم باشه که بشه این رو بگیرم و جابجاش کنم هر جایی که خواستم این رو منتقل کنم. و دیگه اینکه ما میتونیم بوردر و اون حد و مرز اسپرایتمون رو برش تعیین کنیم. خب اینجا به عنوان بوردر داریم لفت، تاپ، رایت و باتم. مرزش رو میتونیم تعیین کنیم به صورت دستی. مثلا من بدم اینجا نیم، اینم بدمش فرض کنیم نیم. میشه اینو تنظیم کرد، این 4 تا عدد رو بدیم، یا اینکه این گیره ها رو بگیریم. این گیره ها رو اگه من بگیرم ببینیم با جابجایی اون
حد اکثر میتونم 9 تا ناحیه تعریف کنم به عنوان مرز. حالا اینکه مرز رو چجوری تعیین کنیم یه دست خودمونه و این گره ها به ما کمک میکنن که ما مرز و حدود یا همون حاشیه های این قسمت رو تنظیم کنیم، مرز رو براش مشخص میکنیم و بعد هر تغییراتی حالا تو این بخش دادیم میایم و اینجا اپلای رو میزنیم. با زدن اپلای این حد و مرزها و حالا نقطه اسپرایت که نقطه پیوتی که اینجا گذاشتیم براش تنظیم میشه و بعد میتونیم خارج بشیم. اگر هم ما یک تکسچری داشته باشیم که چندین اسپرایت داخلش داشته باشه میتونیم از وضعیت مالتیپل استفاده کنیم. خب اینجا میبینید من تکسچرهایی دارم که چندین قسمت داخلش داره. خب تکسچری مثل اینجا رو همینطور که اینجا نگاه میکنم قبلا تفکیک شده، یعنی من اینجا رو وقتی میزنم ببینید اگر تکسچری باشه قبلا اسلایس شده باشه و هر بخشش جدا شده باشه این مثلث کنارش رو که میزنم به من نشون میده اجزای اون رو، ولی این رو وقتی میزنم همه با هم یک پارچه است و اسلایس نشده. من الان این که اسلایس شده قبلا رو اگر بکشم دراگش کنم میبینید که خیلی راحت همون در واقع اسپرایت انتخاب شده اضافه میشه و میاد داخل کار. ولی این رو اگه من انتخاب کنم و بفرستم هر 3 تا اسپرایتش دارن با هم میاد، پس این الان تفکیک نشده. خب وقتی این بالا باشه در حالت آبجکتی باشه من نمیتونم اسلایسش کنم، باید برگردم در وضعیتی که مثل اینجا هنوز داخل اسید های ما هستش بیام و اینجا این رو تفکیکش کنم. و پس انتخابش میکنیم بازم تاکید میکنم در بخش پروژکت بخش اسید من باید این رو تفکیک انتخابش کنم. خب این رو انتخاب میکنم یا اگر این باشه اینو هر کدومش باشه انتخاب میکنم، بعد اسپرایت مودش رو میبرم در وضعیت مالتیپل قرار میدم. حالا به بقیه تنظیمات کاری نداریم، میریم تو بخش اسپرایت ادیتور. خب وارد اسپرایت ادیتور که بشیم من اینجا دکمه اسلایس رو از این بالا میزنم. تو این قسمت باز چیزی به اسم اسلایس داره، حالا من میتونم به صورت اتومات اسلایسش کنم یا حالا امکانات دیگه‌ای هم داده. ترجیح میدیم همون وضعیت اتومات بذاریم، خودش همه قسمت‌هاشو موقع اسلایس در نظر میگیره. ممکنه من تو مودهای دیگه بیام اسلایس کنم گوشه‌هایی از کار توی اسلایس من قرار نگیره، خودش به صورت اتومات فضا رو در نظر میگیره، اینو اسلایس میکنه و بعد دکمه اپلای رو ما اینجا میزنیم. الان دقت کنین دیگه این به 3 تا شکل تفکیک شده. برمیگردم اینجا الان اگر روی این کلیک کنم حالا ببینید جدا از هم شد. هر کدومش رو من میتونم جدا به بازی اضافه کنم. مثلا اینو 1 بدم و اینو بیارم توی بازی. اینا همه گرین لیرش رو باید اضافه کنم تا دیده بشه. اینم 1. خب من الان 3 تا صخره رو به عنوان مثال آوردم و در بازی اضافه کردم. به این ترتیب میتونیم شکل رو تفکیک کنیم. الان این کار رو میتونم با اینم انجام بدم. ببینیم هنوز 1 شکل هست، با این هم همینطور میبینیم همه 1 شکل هست. الان این انتخاب کنم میذارمش در وضعیت مالتیپل، بخش اسپرایت ادیتور، اسلایسش میکنم به صورت اتومات و بعد اپلای رو میزنم. خب الان این تفکیک شده. حالا من میتونم به صورت جدا مثلا انتخاب کنم این رو توی بازی اضافه کنم. به شرایط بازیمون حالا انتخاب میکنیم ببینیم چه قطعاتی رو میخوایم ما
تبدیل کنیم. الان اینو در وضعیت مالتیپل گذاشته شده، میزنم اینجا سلایس، همشون تفکیک شدن، اپلای رو میزنم، برمیگردم. حالا همه قسمتش میبینید تفکیک شده. شکل‌های مختلف اگه من بخوام بذارم توی بازی میتونم اینا رو حالا جوری که میخوام توی کار اضافه کنم، بستگی به شرایط بازی می‌داره. برای آخرین بخش هم میریم سراغ این شکل. میخوایم از خاصیت پلیگان استفاده کنیم. من اینجا شکلی رو دارم که داخلش چندین اسپرایت وجود داره و فقط یکی از قسمت هاشو میخوام فرض کنیم من این بذارم اینجا. ببینیم از 5 تا اسپرایت تشکیل شده. یکی از این اسپرایت ها رو من میخوام انتخاب کنم و فقط همون رو به صورت چند وجهی بیارم، چون اگه اینا رو نگاه کنین، قبلی ها رو نگاه کنین، همه رو در قالب یک مستطیل یا 4 ضلعی اینها رو از هم اسلایس کرده و تفکیکش کرده، ولی من میخوام گوشه هاشو هم بتونم کنترل کنم. میام اینو انتخاب میکنم، این شکل مورد نظرمو، و میام روی پلیگان کلیک میکنم. خب حالا وارد اسپرایت ادیتور میشیم. تو اسپرایت ادیتور میبینید من 5 تا شکل دارم. میخوام این رو بردارم با فرض کنیم 10 تا گوشه میخوام داشته باشه. چنج رو میزنم تو این قسمت، مثلا میزنم 10 ضلعی میخوام بشه. خب اینجا خودش به صورت پیش‌فرض 10 ضلعی رو اینجوری میذاره و وقتی من اپلای رو بزنم هر چیزی تو این کادر 10 ضلعی باشه انتخاب میشه. من میخوام روی یه شکل خاص قرارش بدم، میارم روی کاستوم آوتلاین میذارمش. وقتی این کار میکنم این گیره های کناری رو ببینیم فعال شد. حالا میام و تنظیم میکنم، ابعاد اون شکل مورد نظرم رو مشخص میکنم، هر اندازه‌ای که میخوام باشه. مثلا حتی میخوام این زنگیزه نباشه میتونم اینو این سمتش بذارم و چند ضلعی رو دور این تعریف میکنم طوری که شکل رو پوشش بده. این الان به این صورت هست و بعد دکمه اپلای رو میزنم و برمیگردم. حالا میبینید این شکل به این صورت قرار گرفت و فقط همون بخشی که من انتخابش کردم اینجا به عنوان آبجکت اومده، بقیه اشکالش نیست. اگر خواسته باشم دوباره میتونم بیارم همون شکل رو و یکی دیگه از قسمت هاشو باز به صورت پلیگان برش بزنم و اضافه کنم توی بازی. و حالا بستگی به شکلی که تو بازی میخواین اضافه کنین اسپرایت رو خودتون انتخاب کنین، میخواین از نوع مالتیپل باشه یا از نوع پلیگان باشه. خب تا اینجا اصلی ترین مباحث مربوط به اسپرایت مود و اسپرایت ادیتور رو دیدیم. اگر نکته خاصی مونده باشه در ادامه در بقیه مباحث رو دنبال میکنیم.